اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خوانی و نه من. کلام ماندگار حکیمی که به ماندگاری جهان اعتقادی نداشت. چرایی بودن آدمی و برای چه بودن و از کجا آمدن و به کجا رفتن. با این نگاه عاقل اندر سفیه به دنیا نگاه میکنه، یه همچه حالت توش هست. زندگی کن، قدر این دنیا تو چه میدونی که بعدش چیزی هست یا نیست؟ مردی که با افکارش فرهنگ‌ها را در نوردید. It became the most famous book of poetry in the English language. Omar Khayyam is right to move in finger rights and having writ moves on. Nor all your piety nor wit shall lure it back to cancel half a line. او تنها شاعر نبود، بلکه دانشمندی بزرگ هم بود. His greatest achievement in astronomy was to get an incredibly accurate measurement for the length of the tropical year. و تقویمی دقیق ابداع کرد که تا به امروز هم معتبر است. این داستان اندیشمندی است بزرگ که میراثش پس از گذشت 900 سال هنوز زنده است. از نوجوانی شیفته خیام به شعر او بودم، اینکه هرگز در برابر یقین‌های مذهبی تسلیم نشد. می‌خواهم سفری را آغاز کنم تا درباره افکار و میراث او و جایگاهش در جهان معاصر بیشتر بدانم. ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 427 خورشیدی در شهر نیشابور در خراسان به دنیا آمد. خراسان در آن زمان مرکز مهمی برای دانش اندوزی بود. همچنین در مسیر جاده ابریشم و دروازه‌ای به تمدن‌های باستانی هند و چین. از آن زمان حکومت‌ها با هر مرامی آمده و رفتند، اما نام خیام پس از گذشت قرن‌ها هنوز بین ایرانیان زنده است. از لب شازان انشالله باز هم تاریخ امثال اینها رو داشته باشه و انشالله کسر الله امثالهم. یه صلوات مجدد. شادیاخ شهر قدیمی نیشابور بر اثر زمین لرزه‌های متعدد و بعدها با حمله مغول‌ها کاملا تخریب شد. از نیشابور قرون وسطی ویرانه‌ای بیش باقی نمانده. نیشابور چطور شهری بود؟ شهر بسیار بزرگی بود. فکر نکنم کسی بتونه بگه دقیقاً چقدر بزرگ، اما در مقایسه با شهرهای بزرگ اروپایی آن زمان فقط قسطنطنیه از آن بزرگتر بود. در سال 426 خورشیدی از شرق، جایی که امروز ازبکستان است، ترک‌های سلجوقی به ایران حمله کردند. حاکمان وقت را شکست دادند و نیشابور را به پایتختی برگزیدند. تعدادشان زیاد بود، اما نه خیلی زیاد. آنها قبلا مسلمان شده بودند و می‌دونستند شهرها و مراکز کشاورزی با چه منطقی اداره میشن. آنها برای ویرانی نیامده بودند. قدرت که با ملکشاه سلجوقی رسید، او و وزیرش نظام الملک مدارسی را در سراسر قلمرو خود تأسیس کردند. در این مدارس که به نام نظام الملک نظامیه خوانده می‌شدند، ذهن جوانانی مثل خیام در نزد برخی از بهترین استادان زمان پرورش می‌یافت. استادان از سراسر جهان اینجا میان برای به فیض رسوندن دانشیان از سراسر جهان اینجا میان و نام نیشابور را به عنوان افتخار به دنبال اسمشون یدک میکشن و به شهر دیار خودشون میبرن. بر تقدیر زمان خیام اوج اقتدار و عظمت فرهنگی نیشابور تلقی میشه و خیام در این زمان درخشید در مدارس نظامیه و تحت درس خوندن، تحت استفاده از فیوزات
امام الحرمین که یک از شخصیت‌های بلندپایه جهان اسلام بود به این درجه و مقام میرسه، به گونه‌ای که بعد می‌بینیم نامشو بر یک از حفره‌های کره ماه می‌گذارن، یا یکی از اقمار سیارک‌های منظومه شمسی رو به نام این شخصیتی نامگذاری می‌کنن که از این شهر برخاست و نام نیشابور رو بلند آوازه کرد. ملکشاه چگونه حاکمی بود؟ چقدر دربارش می‌دونیم؟ دوران حکومت او در واقع یک دوره همکاری بین دیوان سالاران بزرگ ایرانی و حاکم سلجوقی بود. عمر خیام به دربار ملکشاه رفت و از اطرافیان خیلی نزدیک او شد. به این نوع درباری ها ندیم می گفتند و عمر خیام به وضوح ندیم ملکشاه بود. نه تنها آدم خوشمشربی بود، بلکه دانش و مهارت‌هایش برای حاکم ارزشمند بود. در ویرانه‌های به جا مانده از نیشابور قدیم هنوز هم رباعیات خیام را میشنوی. که پایانش نمیبینم. شما خودتون از کی به خیام علاقه‌مند شدید؟ من 12-13 سال بیشتر نه. من تا 60 سالگی که نمیخوندم، میخوندم اما تو خیام بیام، تو تهران برم با 7000 سالگان سر به سری، خدای من، محبوب من، امید من، یا خودم به سلامتی خودم. در تهران، شهری که در هر گوشش نام خیام به چشم می‌خورد، به دیدن عده‌ای از برجسته‌ترین نویسندگان و استادان ادب فارسی رفتند تا نظر آنها را درباره خیام نگاه او به تاریخ ایران بدانند. ابتدا مهمان محمود دولت‌آبادی، نویسنده رمان معروف کلیدر بودم. خیام دو گونه نظر دارد به گذشته ایران. یک گونه با دریغ و تأسف به ویرانی ها، از دست رفتن های اون جلوه ها و زیبایی هایی که در ایران باستان بوده، و یک وجه دیگر آمده است این حس غبن خودش رو در بازآفرینی اون زیبایی ها چیکار کرده؟ بیان کرده. پس دو وجه نگاه خیام در ترانه‌هاش و رباعی‌هاش نگاه حسرت و غبنه، در نثرش و نوروزنامه که اسمش یعنی شادینامه آمده است و دوباره احیا کرده تمام اون زیبایی‌ها و ارزش‌های باستانی ایران رو. خیام نه تنها شاهنامه رو مطالعه کرده، بلکه از او یک تأثیر فلسفی میهنی گرفته، هم درباره ناپایداری جهان و از بین رفتن آن شکوه و جلال ایران کهن، و هم نوعی میهن دوستی در او ایجاد شده، نوعی فلسفه به ناپایداری جهان و عمر کوتاه. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. محمد علی اسلامی ندوشن، سردبیر فصلنامه هستی و استاد تاریخ و ادبیات کلاسیک فارسی. یکی جز به نیکی زمین نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. این منشأ تمام این هستش که دنیا واقعا اعتباری نداره کارش و نباید خیلی توقع ازش داشت. همین نگاه تردیدآمیز خیام به زندگی و کوتاهی لذات آن بود که او را به شاعری جهانی تبدیل کرد.
در تابستان سال 2009 به مناسبت 150مین سال ترجمه رباعیات خیام، دانشگاهیان از سراسر جهان برای بزرگداشت او در دانشگاه کمبریج انگلستان جمع شدند. در مهمانی بعد از مراسم با سر نیکولاس بارینگتون، عضو انجمن ایران و هند و باستان آشنا شدند. شما از خیام چیزی شعر بلد هستین؟ why not? Yes. چی بلدین از خیام شما؟ What is it? یاران چه به اتفاق دیدار کنید باید ز دوست یاد بسیار کنید. چون باده گوشگوار نوشید به هم، نوبت که به ما رسد نگونسار کنید. مردی که جهان غرب را با اشعار عمر خیام آشنا کرد، ادوارد فیتزجرالد بود. ادیبی گوشه‌گیر که در قرن 19 میزیست و حلقه دوستانش را غول‌های ادبی چون آلفرد لورد تنیسون و ویلیام میکپیس تکری تشکیل می‌دادند. فیتزجرالد از یک خانواده بسیار ثروتمند انگلیسی ایرلندی بود. گفته میشد والدینش از ثروتمندترین افراد انگلستانند. زندگی اعیانی و میشه گفت کاهلانه داشت. به دانشگاه کمبریج رفت اما هیچ وقت کار نکرد. هیچ شغلی نداشت. از آدمایی بود که در دوران ویکتوریایی به اونها مجرد میگفتند. احساسی ترین قسمت زندگیش دوستی‌هاش بود که تقریباً همیشه با مردان بود. اون در 40 و چند سالگیش با یه زبانشناس خودآموخته به نام ادوارد کاول که 18-19 سال داشت دوست شد. ادوارد کاول هنگامی که در آکسفورد درس می‌خواند به نسخه خطی از رباعیات خیام در کتابخانه بادلیان برخورد. این نسخه خطی هنوز اینجاست. فرصتی است نادر که آن را از نزدیک ببینم. رابرت، این همون کتابیه که ادوارد فیتزجرالد به انگلیسی ترجمه کرد؟ بله، این همون نسخه که از روش ترجمه کرد. این کتاب کوچک؟ دارم میبینم که اینجا به فارسی نوشته حکیم عمر خیام. پس این کتاب تا اونجایی که شما میدونید خوب حفظ شده؟ بله، با قدمتی که داره در شرایط بسیار خوبیه، یعنی از سال 1460 میلادی تا امروز. 1460 یعنی 550 سال پیش؟ بله. رابرت، یکی از رباعیات رو اینجا میبینم که خیلی دوستش دارم. در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. صادقانه بگم رابرت، من نمیدونم که فیتزجرالد چطور اینو به انگلیسی ترجمه کرده. یعنی اگر از من معنیش رو بپرسی من نمیتونم درست ترجمهش کنم. او در اواسط قرن 19 با فارسی اندکی که بلد بود تونست رباعیات را به انگلیسی ترجمه و اون را به یکی از کتاب‌های مشهور دنیا تبدیل کنه. باید نابغه باشه. اندکی پس از اینکه کاول این نسخه خطی را پیدا کرد، او با همسرش برای تصدی یک پست دانشگاهی به هندوستان رفت. چند ماه بعد از رفتن کاول به هند، فیتزجرالد ازدواجی کوتاه و فاجعه بار داشت. ترجمه رباعیات مربوط به همین دورانه که فیتزجرالد از 2 بابت پریشان بود. از یک طرف دوری از ادوارد کاول و از طرف دیگه آسیب روحی ناشی از ازدواج ناموفقش. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. در این وضعیت ذهنی تیره بود که فیتزجرالد ترجمه رباعیات خیام را آغاز کرد و حسی مشترک با این شاعر قرنها پیش از خودش یافت.
در تهران به دیدار علی دهباشی می‌روم که به تازگی کتابی به نام می و مینا درباره خیام منتشر کرده است. سلام علیکم. به 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 آقای دهباشی. حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ دیده ما روشن. قربون شما، خوب هستی؟ تردیدی نیست اون وجه خیام که در جهان مورد توجه هست برمیگرده به این زمینه از شناخت خیام از انسان و تنهایی ها و اون درون پیچیده و چنگانه‌ای که از خودش نسبت به مسائل مختلف ابراز میکنه، متأثر میشه و این رو بیان میکنه. در سال 449 خورشیدی خیام به سمرقند از شهرهای قدیمی آسیای میانه رفت. در آنجا بود که او مهمترین و تأثیرگذارترین آثار ریاضی خود را به جا گذاشت. به دیدن مارکوس دو سوتو، ریاضیدان و محقق معروف انگلیسی میروم تا ببینم دستاوردهای خیام در ریاضیات چه بوده. در دوران خیام و زمانی که کارش رو شروع کرد، وضع ریاضیات در جهان چطور بوده؟ بیشتر مردم فکر میکنن که ریاضیات در دوران یونان باستان آغاز شد و وقتی امپراتوری یونان از بین رفت، پیشرفت ریاضیات هم متوقف شد تا اینکه اروپایی‌ها در قرون 13 و 14 دوباره برگشتن. اما واقعیت اینه که در اون مدت ریاضیات در شرق پیشرفت زیادی کرد. در چین، در هند، در جهان اسلام و در ایران، به خصوص در زمینه زبان جدیدی از ریاضیات به نام جبر. و در آن زمان غربی‌ها از این پیشرفت ریاضیات در شرق خبر نداشتند؟ فکر کنم شرق رو کمی فراموش کرده بودند، اما حالا ما به دستاوردهای عظیم شرق پی میبریم. به نظر شما دستاورد اصلی عمر خیام در ریاضیات چی بوده؟ من فکر کنم دستاورد اصلی او تحقیق درباره معادله درجه 3 بود. اما معادله درجه 3 چیه؟ یکم شبیه جدول کلمات متقاطع معماییه. من یه عدد تو ذهنمه. اگه اونو به توان 2 برسونم و بعد عدد 1 رو بهش اضافه کنم میشه 17. حالا میتونی بگی چه عددی توی ذهن من بود؟ ممکنه تکرار کنی؟ به توان 2 به اضافه 1. 4. خیلی خوب. پس شما این جدول رمزدار رو درباره عددی که من تو ذهن داشتم حل کردید. این یه نمونه معادله درجه 2 بود، چون من عددم رو به توان 2 رسوندم. اما اونچه که عمر خیام روی اون کار میکرد این بود که شما عدد رو به توان 3 برسونی و بعد حساب کنی که عدد اصلی که تو ذهن من بوده چیه. درک این معادله ها به شما این امکان رو میده که مساحت یک زمین یا حجم یک جعبه رو اندازه بگیرید. عمر خیام تلاش میکرد که فرمولی پیدا کنه که معادلات درجه 3 رو حل کنه تا به عدد اصلی برسه. اون نتونست این مسئله رو حل کنه، یعنی خستش کرد. اما یه راه حل نیمه کاره پیدا کرد که اتفاقا راه حل جالبی بود، چون کاری که کرد این بود که جبر رو به هندسه تبدیل کرد. برای اینکه دستاورد اون رو به شما نشون بدم، روی زمین براتون ترسیم میکنم که چطور این مسئله رو حل کرد. ببین اینا محور مختصات x و y منن. من یه نمودار میکشم. این معادلات درجه 3 نموداری تولید میکنن که در واقع 2 منحنی دارن. اول بالا میره و بعد میاد پایین. بالای این خط اعداد مثبت هستن و زیر اون اعداد منفی. تلاش عمر خیام این بود که در کجا ارتفاع نمودار برابر با 0 بشه. یعنی این فاصله رو اندازه‌گیری کنه. اون نتونست فرمولی برای این ارائه کنه. بنابراین معادله درجه 3 رو به صورتی ساده‌تر درآورد. یه معادله درجه 2. و بعد یه دایره برداشت که یه شکل پایه‌ای ریاضیه. بعد متوجه شد که راه حل معادله درجه 3 فاصله محور x با جاییه که این دایره نمودار معادله درجه 2 رو قطع میکنه. یعنی متوجه شد که این فاصله راه حل معادله درجه 3. اون خیلی خوشحال شد، چون یه معادله درجه 3 پیچیده رو تبدیل به 2 شکل ساده‌تر کرده بود. اما هنوز این ناراحتی رو داشت که نتونسته فرمولی که پاسخ اونو بده پیدا کنه. اون نوشت که احتمالاً آیندگان این فرمول جادویی رو پیدا خواهند کرد. و در واقع این اروپایی‌ها بودن که کار عمر خیام رو ادامه دادن و سرانجام این فرمول رو پیدا کردن.
فکر میکنی بین ذهن ریاضیدان خیام و رباعیات او رابطه ای هست؟ قطعاً. بعضیا ممکنه فکر کنن که شعر و ریاضیات که به هم ربطی ندارن. من فکر کنم که خیام پاره وقت به ساختارها و الگوهای زبان و شعر علاقه داشت، تمام وقت همون شیوه رو در ریاضیات دنبال میکرد. اما میراث خیام تنها به شعر و ریاضیات محدود نیست. موسیقیدانان هم از او الهام گرفتند. این ساز شما ساختید آقای؟ آره. از ساختهای شماست؟ آره، ابداع منه. ابداع منه اصلا ابداعتونه. این 4 اکتاو و نیم چیزشه، وسعتشه. بله. از نوت سی اکتاو دوم پیانو تا نوت سول اکتاو ششم پیانو رو داره. روزای خیلی خوبیه. روزایی که ما همکاری میکنیم با زبان خیام حرف میزنیم. از خیام وام میگیریم و حرف میزنیم و با زبان خیام هنرمون رو ارائه میکنیم، از آهنگساز گرفته تا خواننده. و مردمان ما مردمان فهمیده ایه. خیام رو میشناسن، درکش میکنن. منتها حرف نمیزن. ولی جاریه در زندگی مردم خیام. همچنان جاری. خیام به عنوان یک شاعر برای شما چقدر اهمیت داره که شما 30 و اندی سال پیش رباعیات خیام خوندید؟ خیام چقدر برای شما مهمه؟ واقعا خیام رو چون خیلی دوستش دارم و دوستش داشتم، بعد هم که آهنگساز کار کرده بود رو شعراش دیدم خوب کار کرده، اینو که همکاری کردیم و من برنامه رو خوندم و خیلی هم موفق بود. هرچند در احوال جهان می نگرم، حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است. آقای شاملو جدا از ما در استودیو اونا رو دکلمه کرده بودن و اینها نوارش بود، بعد اینا میکس شد با هم دیگه. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. خوش باش دمی که زندگانی این است. یادم رفته. بسیار عالی. هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. شما موقعی که یه خورده غور میکنین تو رباعیات میبینین دو جنبه هست. یه وجهی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه وجه ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هشدار میده. این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب میگذرد. یک نظریه افراطی هست که خیام را در واقع یک موجود بی خدا
بی اعتقاد به همه چیز معرفی کرده است و عنوان مادی بهش دادن، مادی اندیش هستش، در حالی که در اون دوره مادی اندیشی به مفهومی که ما امروز شاهد هستیم معنی نداشته است. کسان دیگری خواستند همطوری که اشاره کردم تبرئه بکنن و طیف عرفانی بزنن به اندیشه خیام و در اون جهت هم در یه نوع معنویتی ببخشند به ترانه های خیام که اون هم در واقع نیست، برای اینکه خیلی بیشتر زمینی هست ترانه خیام. من عنوانی که به نظرم میاد یه نوع عرفان زمینی خیام داشته است. برای من عرفان زمینی خیام به معنای پیوند میان دو جنبه زندگی او یعنی علم و شعر است. او فقط شاعری ریاضیدان نبود. عمده‌ترین اهمیت خیام در زمان خود او ستاره شناسی او بود. هنوز هم تقویمی که خیام 900 سال پیش تدوین کرد دقیق ترین تقویمی است که تاکنون نوشته شده است. به رصدخانه سلطنتی لندن آمدم تا ببینم داستان این تقویم از چه قرار است. There he was celebrating the spring festival and it was winter. او فرارسیدن نوروز رو جشن می‌گرفت اما هنوز زمستون بود. They were using a moon-based calendar. ملک شاه فکر کرد که باید مسئله رو حل کرد. اون موقع از تقویم قمری استفاده می‌کردن. خب برای داشتن 12 ماه سال باید 365 روز داشته باشه، در حالی که سال قمری 354 روز بود. برای همین فصل‌ها به تدریج به هم می‌خوردن. مسئله دیگه این بود که پرداخت مالیات باید با درو محصول تنظیم می‌شد. اما با این تقویم مأموران مالیات بعضی سالا 2 بار تقاضای مالیات می‌کردن بدون اینکه محصولی درو شده باشه. بعد به ملک شاه میگفتند امسال مالیاتی در کار نیست که خب این اصلا خوشحالش نمی‌کرد. ملک شاه رصدخانه‌ای در اصفهان تأسیس کرد که خیام و گروهی از ستاره شناسان در آنجا به مدت 8 سال حرکات اجرام آسمانی را به دقت زیر نظر داشتند. برای محاسبه طول سال عمر خیام و گروهش هر شب موقعیت ستاره ها را بررسی کردند. فاصله اغلب ستاره ها از همدیگر نسبتاً ثابت میماند، اما موقعیت سیاره ها، ماه و خورشید هر روز تغییر می کند. موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مداری کروی حرکت می کند که به آن دایره البروج می گویند. این مدار در طول 1 سال کامل می شود. ستاره شناسان در دنبال کردن تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها را مبدأ قرار می دهند. به خصوص 12 گروه ستاره را که در مسیر این مدار قرار دارند و ظاهراً شکل خاصی را تشکیل می دهند. به این ستاره ها نام دادند و آنها را صور فلکی خواندند. در طول سالها ستاره شناسان مسیر حرکت خورشید را زیر نظر گرفتند و زمان حرکت آن را از یک صورت فلکی به صورت دیگر محاسبه کردند. بدین ترتیب 12 ماه سال شکل گرفت. با این مشاهدات دقیق و تحلیل ریاضی آنها خیام توانست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید بر مدار کروی را محاسبه کند. 1 سال. به این ترتیب نوروز بین 2 برج هوت و حمل قرار می‌گیرد. وقتی محاسباتش تموم شد، طول سال خورشیدی رو به قدری دقیق اندازه گیری کرد که اعجاب آوره. حتی بیش از اندازه دقیق بود، چون محاسبش 12 رقم اعشار داشت، اما فقط تا رقم 5 درست بود. رقم 6 البته غلط نبود، اما از اونجا به بعد زمین دقت عمر خیامو نداشت. در واقع این تقویم جدید از تقویم مسیحی که 500 سال بعد در اروپا درست شد و هنوز هم از آن استفاده می شود دقیق تر است. اما عمر خیام چگونه می توانست محاسباتی با این دقت انجام دهد؟ اونها راهی رو ادامه دادند که یونانی‌ها شروع کرده بودند، رصد کردن بسیار دقیق و محتاطانه.
برای این کار البته باید ابزار خوبی می داشتن که خب استرلاب آخرین مدل فناوری در زمان خودش بود. ممکنه به من نشون بدی که استرلاب چگونه کار میکنه؟ استرلاب پیشرفته ترین لپتاپ زمان خودش بود. نمیتونین باور کنین که چه ابزار عالی و کاملیه. عجیبه. چقدر اطلاعات روی اینه. اینا چیه؟ مشکل من اینه که عربی نمیتونم بخونم، اما این هر چیزی که یه ستاره شناس در حال سفر لازم داشته باشه رو داره. میبینم که اسم ستاره ها به عربی و فارسی نوشته شده، مثل مریخ یا شمس که همون خورشیده. or Shams, which is for the sun itself, and other names. همینطور نام 4 شهر رو دارم اینجا میبینم: بغداد، بصره، اصفهان، شهری که همونطور که گفتید عمر خیام در اونجا طول سال محاسبه میکرد، و توس که شهر دیگری در ایرانه. استرلاب تا جایی حرکت میکند که آفتاب از 2 سوراخ آن رد شود. به این ترتیب میتوان زاویه بالا رفتن خورشید را دید. اینجا ربع دایره هایی هست که جدول اندازه‌گیری ارتفاع ستاره هاست. اطلاعات پشت مربوط به محور ستاره ها و خورشیده. وقتی شما ارتفاع خورشید رو اندازه گرفتید، با استفاده از این جدول ها و ارقام پی میبرید که چه ساعتی از شبانه روزه. اینها اطلاعاتی حیاتی برای درست کردن تقویم است. ابداع تقویم جلالی که به نام جلال الدین ملکشاه سلجوقی نامگذاری شده، برای خیام جایگاهی قابل توجه در میان منجمان دربار ملکشاه برمغان آورد. در غرب اما شهرت خیام همچنان برای رباعیات اوست که فیتزجرالد در نیمه قرن 19 آنها را به انگلیسی ترجمه و خودش منتشر کرد. این کتاب‌ها در کتاب فروشی بودند و کسی حتی یک دانه از اونها را نمی‌خرید. اون قیمت را به 1 شیلینگ کاهش داد. باز هم کسی نخرید. کردشون 1 پنی که کم ارزش‌ترین سکه زمان بود و اونا رو در جعبه‌ای بیرون مغازه گذاشت. اما باز هم کسی نخرید. البته برای من عجیبه که کسی این درک رو نداشت که این شعرها رو بخونه و بفهمه که چه اشعار خوبی هستن. اما باز هم برام عجیبه که وقتی که هیچ کس به این شعرها اهمیت نمیداد، یک نفر به ارزش اونا پی برد. مردی به اسم وایتلی استاکس که خودش ویراستار بود، بیرون مغازه نگاهی به جعبه کتابای 1 پنسی انداخت، یک جلد رباعیات عمر خیام رو برداشت و خوند و گفت: خدای من، اینا محشرن. داخل مغازه رفت چند جلد دیگه هم خرید و برای دوستاش فرستاد. این شروع کار بود. این شروع یک انفجار بود. ترجمه رباعیات خیام به سرعت معروف شد و عمر خیام را وارد فرهنگ مردمی غرب کرد. دیک دیویس، کارشناس برجسته ادبیات کلاسیک فارسی: فکر میکنی یه علت این که رباعیات در میانه قرن 19 اهمیت پیدا کرد این بود که زمان انتشارش مناسب بود؟ دقیقاً همینطوره. تو اشعار خیام خیلی چیزا هست که به درد انگلستان زمان ویکتوریا میخورد. تردید درباره مذهب برای اون دوره جدید بود. نظریات داروین و زمینشناسان این فرضیه رو تقویت میکرد که جهان خیلی زودتر از این تمدن انسانی به وجود اومده. چیزی که در شعر فارسی و شعر خیام بود برای انگلیس تازه بود. اغلب انگلیسی‌ها تصور می‌کردند که گذشته قدمت زیادی نداره و همه چیز شناخته شده است. اما با خوندن خیام این حس به وجود اومد که گذشته ناشناخته‌ای هست که فیتزجرالد اون رو به شعر درآورده و در اختیار همه گذاشته. یعنی این دانش دیگه مخصوص روشنفکران نبود. متعلق به هر کسی بود که کتاب رو بخونه. به دنبال این اقبال در شهرهای مختلف دنیا انجمن‌های عمر خیام تشکیل شد. انجمن لندن هنوز فعال است. به دیدن 2 نفر از اعضایش رفتم تا ببینم چرا هنوز از خیام و فیتزجرالد یاد می‌کنند. خیلی ممنونم که منو به این انجمن دعوت کردید و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم.
چون به عنوان یک ایرانی و ستایشگر عمر خیام بسیار خوشحالم که دو عضو انجمن عمر خیام زندگی او رو بعد از 900 سال همچنان گرامی می‌دارند. این توجه به عمر خیام و فیتزجرالد چه علتی داره؟ این یه رسم بود که انجمن‌هایی به نویسندگان اختصاص داده بشه. انجمن پیپس بود که فکر کنم هنوزم باشه و انجمن‌هایی برای تکری و دیکنز و بقیه. معمولاً در مهمونی‌های شام شما چه اتفاقی میفته؟ سال 2 بار جمع میشیم. یه برنامه شام در بهار داریم، یکی هم در پاییز. برنامه هم همون برنامه معمول، غذای خوب و البته یک کاریکاتوریست که از طرف دبیر انجمن که من باشم دعوت میشه تا برامون نقاشی روی منو رو درست کنه. مهمانی شام در واقع بهانه‌ایه برای اینکه شبی رو خوش باشیم و یادی بکنیم از عمر خیام و فیتزجرالد. راجر، خانوما میتونن عضو انجمن بشن؟ متاسفانه خیر. چرا نه؟ خیام اگه بدونه ناراحت میشه. واقعا جای تأسف داره. چه نوع افرادی جلب این انجمن میشدند؟ به طور کلی نویسندگان شناخته شده مثل کونان دویل، هنری جیمز، تاماس هاردی، هاسمن، جیم بری و فهرستی از نویسندگان برجسته زمان. با آنها دور هم جمع می شدن تا راجع به ادبیات، شعر، عمر خیام و فیتزجرالد صحبت کنند و خوش بگذرونند. بیشتر برای اینکه خوش بگذرونند. ترجمه فیتزجرالد از رباعیات در غرب فرهنگ تصویری تازه‌ای نیز بنیان گذاشت که نقاشی‌های روی این منوها نمونه‌ای از آن است. در تهران نقاش برجسته آیدین آغداشلو برایم از نوع خاص تصویرگری مرتبط با رباعیات خیام میگوید. با کشف خیام، یعنی با کشف فیتزجرالد در حقیقت و به دنبال اون با کشف خیام، بخش پنهان مانده ای از جهان برای غربی ها کشف میشه و نوع خاصی از نقاشی به وجود میاد که شما اگر مجموعه هایی که چاپ شده از نسخه های مصور چاپی دیوان فیتزجرالد رو اگر نگاه بکنید میبینید که اولا چقدر متنوعه و چقدر هنرمندان مهم کار کردن توش، هنرمندان مهم قرن 19 هم. حتی سعی میکنند نوشته رو، مثلا تیترهای بخش‌ها رو یا اصلا اسم کتاب رو با نوعی تایپوگرافی همراه کنن که شبیه خوشنویسی اسلامی باشه. در چه اصلا خیلی جالبه، این یک نوعی به وجود میاد که مثلا با قلم نی می‌نویسن حتی و نقطه میذارن در یه جاش، کاملا حس خوشنویسی شرقی و اسلامی رو سعی میکنن حتی در نوشته های این دیوان ها یک جوری ملحوظ بکنن. عکس العملی که از این سمت نسبت به این مجموعه‌ای که در اونجا چاپ میشد و همیشه هم مصور بود تقریبا داده میشه، بیشتر از اینکه به سنت قدیمی تصویرگری کتاب خطی برگرده، به این کتاب‌هایی که از اونجا میاد برمیگرده. یعنی اینا میبینن که این کتاب‌ها همیشه مصوره و فکر میکنن که اینجا هم باید مصور بکنن. اینا خیلی خامدستانه، خیلی ابتدایی و در جاهایی واقعا غم انگیز از نظر مواجههشون با چنین دنیای عمیقی حاصل میدن و این خیلی جای افسوس داره. من این اواخری تقریبا نمیتونم هیچ کدوم از این مجموعه ها رو ورق بزنم از ترس اینکه این نقاشی ها رو ببینم توش. رباعیات در آمریکا هم محبوبیتی فوق‌العاده پیدا کرد. من برای دیدن بزرگترین مجموعه آثار مرتبط با رباعیات در جهان به مرکز هری رانسام در دانشگاه تگزاس آمدم. اینجا نسخه‌های مصور از رباعیات هم نگهداری می شود. این اولین کتاب رباعیات مصوره. در سال 1884 توسط یک نقاش آمریکایی به اسم الیهو ودر کشیده شد. اونچه که درباره این کتاب مهمه اینه که بعد از اون بود که مصور کردن رباعیات رواج پیدا کرد. رباعیات شاید بیشتر از هر کتاب شعر دیگه‌ای به تصویر کشیده شده.
به نظر من خیلی مهمه که این اولین جلد مصور رباعیات یک نمونه اعلی در تاریخ به تصویر کشیدن شعره، چون تصویرهای اون بزرگ هستند و خیلی خوب کشیده شدن. در آمریکا رباعیات حتی به بدنه فرهنگ مردم هم وارد شد. استفاده از رباعیات به انواع مختلف کالاهای مصرفی هم کشیده شد که بعضی از اونها هیچ ربطی به شاعرش نداشت. مثلا بازی رباعیات که یک دست ورق معمولی بازیه که هر خال اون مربوط به یک مترجمه. حتی پودر شستشوی دندان عمر هم وارد بازار شد که من واقعا ربطش به خیام رو درک نمی‌کنم. جالبه که در آمریکا اونو به اسم کوچکش عمر خطاب می‌کنند. بله، خیلی مهمه که چنین احساس آشنایی با این شاعر قرن 11 ایجاد شده. وقتی فکرشو می‌کنی شگفت زده میشی. فکر کنم این حس وجود داشت که این شاعر داره مستقیما با شما حرف میزنه. افسوس که بی فایده فرسوده شدی و از داس سپهر سرنگون سوده شدی. در داو و ندامتا که تا چشم زدی، نابوده به کام خیش نابوده شدی. این یکی رو من خودم خیلی دوست دارم. این کتاب کوچیک رو یه سرباز بریتانیایی در جریان جنگ جهانی اول در سال 1917 در قاهره خرید، چون تو کوله پشتیش جا می گرفت. اون همش رو خونده و زیر ابیات مربوط به اجتناب ناپذیری مرگ خط کشیده. این نشون میده که فلسفه رباعیات چقدر برای خوانندش مهم بوده. به نظر من از دیدگاه این کتاب میشه به وقایع جنگ جهانی اول هم نگاه کرد. به عنوان یک ایرانی خیلی خوشحالم که افرادی نظیر شما به عمر خیام توجه دارید. اما به نظرم میاد بیشتر آمریکایی‌ها ناگهان علاقه‌شون به عمر خیام از بین رفت. درسته؟ درسته. با بالا گرفتن مصرفگرایی آمریکایی، من فکر می‌کنم این اشعار با تأکیدی که بر مسائل مادی داشتن، وارد عادات و اصول زندگی آمریکایی‌ها شدن. حالا این تفسیر درست باشه یا غلط، به طور قطع همون تعبیریه که آمریکایی‌ها از این اشعار دارن. اما مشکلات ژئوپلیتیکی امروز جهان باعث شده که تاریخ تا حدی فراموش بشه. یعنی در جهان امروز که اسلام و مسیحیت به صورت دو قطب مخالف در اومدن و با هم برخورد پیدا کردن، آمریکایی‌ها خاطره این شاعر، ستاره شناس و ریاضیدان رو که زاده تمدن درخشان قرون وسطای ایران بوده، به دست فراموشی سپردن. جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر در چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار مکرراته، تکرار موقعیتایی است که ای جنون آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن. توجه میکنیم و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. در تفکر خیام اگر شما از دید از زاویه زمان، تکرار، از زاویه وجود بهش نگاه کنید، یه فکری بسیار منسجمیه در خودش و با تمام شاعرای دیگه فرق میکنه. و اگر هم چنین اقبالی در غرب داشت، به همین دلیله که فیتزجرالد تونست اینو منتقل کنه. فصل گل و طرف جویبار و لب کشت، با یک دو سه تازه دلبری هور سرشت. پیش آر قدح که باده نوشان صبوح، آسوده ز مسجدند و فارغ ز بهشت. این حس خیام که در شعر انگلیسی تا این حد گیرایی داره و با همه ما حرف میزنه، درباره حساسیت‌های بشره. عمر کوتاهه و ما این واقعیت تلخو که زمان زیادی برای زندگی کردن نداریم درک میکنیم.
پس بیاین از این زندگی لذت ببریم، بیاین لذت هامون رو به حد اکثر برسونیم و ضمناً در حالی که مشغول صحبتیم یک جام شراب دیگه هم بنوشیم. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نپزود و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. ادوارد فیتزجرالد در سال 1883 در 74 سالگی درگذشت. او را در قبری معمولی در کنار آرامگاه خانوادگیش به خاک سپردند، در فاصله کوتاهی از محل زندگیش. 10 سال بعد انجمن عمر خیام بوته گل سرخی در کنار قبرش کاشت. این بوته در موزه گیاهشناسی کیو در لندن از شاخه گل سرخی که در اصل از مقبره خیام در نیشابور چیده شده بود به عمل آمده بود. یقین دارم که فیتزجرالد از این ارتباطش با دوست دیرینش عمر خیام سرمست است. محبوبیت عمر خیام در بریتانیا برای ایرانیان هم جالب توجه است. در اردیبهشت 88 مراسم ویژه‌ای در نیشابور برگزار شد که در آن از مجسمه ادوارد فیتزجرالد پرده برداری کردند. از بالا برداریم. خیلی زیبا، خیلی قشنگ. احسن به شما که ماشاءالله آدم هنرمندی هستید. این صبر که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد رست. بیش از 900 سال پس از مرگش عمر خیام هنوز در زندگی مردم ایران حضور دارد. به راستی چه افکاری در شعرهای اوست که ما تا امروز این همه با آنها احساس نزدیکی می‌کنیم. در واقع بستگی داره به دوره‌ای که و تیپی که سراغ خیام میرفته. خیام از آدم‌های اندیشمندی مثل دکتر شایگان رفتن سراغش و مقاله نوشتن تا راننده اتوبوسی که تو جیبش رباعیات هست و میخونه و سرشار از سرخوشی یا سرشار از آنچه که باید رها کرد و از اینکه تلاش تغییر آنچنانی از جهان رو در ذهنش داشته رها کنه و بپذیر واقعیت موجود رو. این کمک هم میکرده. قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. میترسم از اون که بانگ آید روزی که بی خبران، راه نه آن است و نه این. من خیام به خاطر این تفکرش دوستش دارم و به خاطر اینکه من معتقدم از همه شاعرای ما بیشتر میفهمیده، آگاه تر بوده، گرفتار عرفان و صوفیگری و چیز دیگه نبوده. در این دوره مشکلی نبوده؟ از نظر حکومتگران؟ ممکنه که بسیاری از دیدگاه‌های رسمی با اندیشه های خیام یا مولانا موافقتی نداشته باشن، ولی به علت نفوذ اینها در خاطره جمعی ملت ایران انقدر قوی بوده که خود به خود
نمیتونسته همچین اتفاقی بیفته، یا اگرم میافتاده هیچ اثری در محدود بلکه شکوفا شدنش پیش میاد. نفوذ عمر خیام پس از مرگ او کم کم گسترش پیدا کرد. من به عنوان یک ایرانی به اندیشه‌های جهان شمولی که خیام 900 سال پیش مطرح کرد افتخار می‌کنم. به خصوص که او شجاعانه در دوره‌ای که همه به یقینیات معتقد بودند، او همه را زیر سوال برد و گفت دلیل خاصی وجود نداره که ما در کره زمین زندگی می‌کنیم. او گفت هر کسی باید دلایل خودش رو پیدا بکنه و برای این جهان زندگی کنه، نه جهانی که ممکنه بیاد. این حرف عمر خیام 9 قرن پیش پیامی مدرن بود و بعد از گذشت این همه قرنها همچنان هم پیامی مدرنه.